برای کسی بسوز که فردا بهت نگه بوی دود میدی، تو رو بفهمه. برای کسی توی این زمین پر از خورده شیشه زانو بزن که خودش اول این خورده شیشه ها رو نریخته باشه. چرا اینو میگم؟ چون عیسی علیه السلام تونست مرده رو زنده کنه، اما نوح علیه السلام هرگز نتونست ذات پسرش رو اصلاح کنه، عوض کنه. مرده زنده میشه ولی ذات بد نیکو نگردد. ذات بد نیکو نگردد. چرا؟ چون که بنیادش بد است.